فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال کردن آقای محمدی از گرگان که آیا در مسافرت با وسیله عمومی در صورت امکان نبودن به نحوی میتوان بعضی از نمازها را جمع خواند؟ اگر امکان دارد چه نمازهایی به چه صورت با چه نیت خوانده می شود؟ ببینید، احکام شرعی که الله متعال برای انسانها تعیین کرده، اینها مطابق و بر اساس نیازها و خواسته های بشریت هست. این گونه نیست که الله متعال ما رو یک قالب بسیار سختی رو و غیر قابل تحملی رو و مالایطاقی رو در اختیار انسان گذاشته باشه که در هر حالت و با هر شدت و هر مصیبتی که شده شما باید به این گونه عمل بکنید. احکام شرعی قابل در واقع یعنی یک احکامی هستند که بسیار ساده هستند، قابل تغییر هستند. در حضر یک حکمی هست، در سفر یک حکمی دیگر هست، در حالت صحت یک حکمی هست، در حالت بیماری یک حکم دیگری هست، قابل تغییر هستند. من جمله این وضعیتی که انسان در حالت سفر دارد، الله متعال این وضعیت را در واقع در تشریع احکام مراعات کرده. یکی از احکامی که در سفر هست روزه گرفتن. مثلا برای انسان جایز هست که روزه نگیرد، ولو اینکه روزه فرضی باشد در ماه مبارک رمضان. نمازی که 4 رکعت هست در حضر و در اقامت انسان 4 رکعت میخواند، در سفر مجاز هست که 2 رکعت بخواند، یا اصلش همین است که در سفر باید 2 رکعت بخواند. یکی دیگر از رخصت هایی که در سفر هست، مثلا مسح بر موزه هست که انسان مجاز هست تا 3 شبانه روز اون موزه رو در پایش کشیده بر اون مسح بکند و اون بیرون نیاورد به خاطر اذیت و مشقتی هست یا به خاطر سرما. و یکی از رخصت هایی که الله متعال اجازه داده که در سفر می شود از آن استفاده کرد، این هست که 2 تا نماز را در یک وقت بخونند. و از نظر شرعی اون چیزی که ثابت هست از عملکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که نماز صبح که یک نماز جداگانه هست که قابل جمع نیست. نماز ظهر و عصر با هم جمع می شوند. یعنی انسان در حالت سفر تفاوتی نداره، چه با وسیله شخصی باشه که به سفر برود یا وسیله عمومی باشه، در هر دو صورت انسان مسلمان مجاز هست که به خاطر مصلحت خودش، به خاطر راحتی خودش، به خاطر عمل بر رخصت شرعی نماز ظهر و عصر را یک جا در یک وقت و با هم بخواند. نیازی نیست که مثلا 2 جا توقف بکند، فقط یک جا توقف بکند، یک بار وضو بگیرد، هر 2 تا نماز رو یک جا بخواند، چه در وقت نماز ظهر باشد چه در وقت نماز عصر. و همچنین 2 نماز دیگر را، نماز مغرب و عشا را میتواند هر 2 تا را جمع بخواند، یعنی هم قصر هست و هم جمع هست. یعنی نماز ظهر و عصر و هر یکی را 2 رکعت بخواند و یک جا بخواند، و نماز مغرب و عشا را هم قصر بکند، نماز مغرب را اول بخواند، نماز عشا را 2 رکعت دیگه بخواند. تفاوتی نداره چه در وقت مغرب باشند یا در وقت عشا باشند، هر 2 صورتش جایز هست. یعنی جمع تقدیم هم جایز هست و جمع تأخیر هم جایز است. منتها در فقه احناف یک مقدار حساسیتی بیشتری رو به خرج دادن در این زمینه، خواستند که به یک گونه عمل بکنند که هم بر اصل عمل بشود و هم بر رخصت شرعی. یک ابتکاری هست در واقع در این فقهای احناف این گونه توجیه کردند و این راه رو پیشنهاد کردند که یعنی هم اصل باقی بماند که انسان هر نمازی رو در وقت خودش بخواند، نماز ظهر در وقت ظهر، نماز عصر در وقت عصر، همچنین مغرب عشا، و هم یک نوعی عملی بر رخصت باشد که بر انسان سخت نباشد. فقهای احناف می‌فرمایند که انسان در حالتی که مسافر هست نماز ظهر را به تأخیر بیندازد. بالفرض در جایی مثلا که امروزه ساعت‌هایی هست که وقت نماز رو دقیقاً مشخص می‌کنند، یا برنامه‌هایی هست که وقت نماز دقیقاً مشخص میشه که نماز ظهر فلان ساعت و فلان دقیقه وقتش تمام میشه، از فلان دقیقه به وقت نماز عصر. فقهای احناف می‌فرمایند که انسان وقتی که در سفر هست نماز ظهر را به تأخیر بیندازد تا آخرین لحظات وقت نماز ظهر.
تا قبل از پایان وقت نماز. قبل از اون به 5 دقیقه مثلا قبل از پایان وقت نماز ظهر را بخواند تا وقتی که نماز ظهر را خوانده تمام تا سلام بدهد نماز عصر خود به خود وقت شروع شده، نماز عصر را دوباره بخواند. در اینجا در واقع این فرد هم بر اصل عمل کرده که واقعیت رو ما نگاه بکنیم، نماز ظهر را در وقت ظهر خوانده و نماز عصر را در وقت نماز عصر خونده، و هم جمع کرده. از نظر ظاهری اینو به اصطلاح اسمش رو گذاشتن جمع سوری، از نظر صورت و ظاهرش جمع شده، هر دو تا نماز رو یک جا خونده، اول نماز ظهر بلافاصله نماز عصر رو خونده. اما در واقعیت چه هست؟ نماز ظهر رو در وقت ظهر خونده و نماز عصر رو در وقت عصر خونده. این از نظر شرعی به اتفاق تمام فقهای مذاهب اربعه اهل سنت و الجماعت جایز هست و با این توصیفی و شرحی که من دادم حتی در مذهب احناف هم این جایز هست و اشکالی نداره. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.